خدا وکیلی من نفهمیدم به قول معروف فاز بعضیا چیه. از یه طرف نمیدونم میگن باید حمله بشه به این کشور، باید نابود بشه، اصلا بزنن اقتصادش رو فلج کنن، نمیدونم زیر ساختش رو نابود کنن، ال کنن بل کنن، تا نمیدونم بالاخره ما بیاییم و دور از نو کشور بسازیم و آزاد کنیم و ول کنیم. از طرف دیگه خب حالا بنا هر دلیلی که اصلا هم قابل قبول نیست، دولت اعلام کرده که یه 2 ساعتی در روز باید بالاخره بنا به دلایلی که چند نیروگاه از مدار مثلا خارج شده، باید همه باید قطعی برق داشته باشه. وای داد بیداد، یارو میگفت اصلا میدونید فقط پشت چراغ قرمز و چقدر ماشین ترافیک ایجاد میشه، چه مشکلی فقط پیش میاد، همین یه مشکل ببینید اصلا زندگی مختل میشه، این چه کاریه، این چیه، چرا نمیدونم اینا مدیریت بلد نیستن، ال نیستن، بل نیستن. من اصلا کاری ندارم، ما اصلا من میگم 1 دقیقه برق من باید قطع شدن دلیل نداره بچه باید قطع بشه. اما من حرفم با توی که با 2 ساعت فقط قطعی برق، مثلا بحث چیزای دیگه نیست، همه چیز سر جاشه، برقم فقط 2 ساعت داره قطع میشه. تو که اینقدر مشکل داری باهاش، اصلا میدونی از که میگن زیر ساخت های یک کشور نابود بشه یعنی چی؟ اونم کشور پهناوری مثل ایران. اصلا میفهمی چیه این؟ اگه نمیفهمی که واویلا، اگه میفهمی و این حرفا رو میزنی، تو قفسه سینت واقعا چی هست؟ برای مردمت، برای کشورت، برای سرزمینت، برای تاریخ کشورت همچین چیزهایی میخوای؟ واقعا فازت چیه؟ کی هستی اصلا؟ یه خلبانی در اوایل جنگ، خب میدونید که خیلی از بعد از انقلاب خیلی از این نیروهای نظامی اصلا کلا تصفیه شدن و خلبان هم از این قضیه مستثنا نبودن. خیلی از خدمات اصلا تصفیهشون دادن، گفتن آقا برید دنبال کارتون، اصلا به درد ما نمیخورید، اصلا به گفتن که مثلا ما به شما اصلا اعتماد نداریم و برید دنبال کارتون. جنگ شروع میشه، یه یارو اومده میگه که جنگ شروع شده، من خلبانم، یک فانتوم به من بدید. هواپیما بهش نمیدن، ما بهش اصلا اعتماد نداریم، برو دنبال کارت. زن و بچه‌شو میاره گروه میذاره، یک F4 میگیره و این آدم میره. حالا بعد از اینکه چندین بار میره و میاد در عملیات شرکت میکنه، در نهایت شهید میشه این آدم. اون هم ناراحت بود، اون هم به شدت دلخور بود، ولی وقتی پای کشورش به میون اومد، یا اینکه میدونید که عباس دوران گفتن که آقا 96% بر نمیگردی، مگه قرار بود برگردیم؟ حسین غلطبری میگه اگه ذره از خاک کشورم به پوتین های سربازان دشمن چسبیده باشه با خون خودم، اونو میشورمش. ما از همچین آدمای این کشور به دست ما رسید. حالا خاطرات جنگ، اصلا ما از جنگ اصلا دفاع نمی کنیم، جنگ بده، وای 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 وای، اصلا کلا تمامی حرف ما اینه که اصلا جنگ بده، اصلا نباید باشه، اصلا ما نباید هم چیزی برای هیچ کسی بخوایم. ولی میگم بحث سر اینه، ما از همچین آدمایی این کشور رو به ارث بردیم. خیلی باید حواسمون جمع باشه. یعنی چی بعضی از نظرات، بعضی حرفا؟ من نمیدونم واقعا. ما بدترین چیز رو وقتی میخوایم بگیم، میگیم که طرف خائنه، خائنه به کشورش، خائنه به سرزمینش، جاسوسه. از این بالاتر دیگه با چیزی نمیشناسیم. ولی حرفایی زده میشه با خدا که اصلا ما نمیدونیم اسمشو چی بذاریم، اصلا نمیدونیم واقعا. یه واژه جدید باید بریم دنبالش پیدا کنیم.
واقعا باید دعا کنیم مردم سرزمین ما. من اصلا دفاع نمی کنم از حکومت ها، دفاع نمی کنم از کاستی ها، هست، همه چیز هست، اون راه خودشو داره. اگه ما میخوایم اعتراض کنیم مثلا راه خودشو داره. اگر واقعا ناراضی هستیم به وضع موجود و میگیم باید عوض بشه شرایط، حرف بسیار منطقیه، راه خودشو داره. ولی اصلا همه چیزو ما گم کردیم، به نظر میاد اصلا راهمون رو گم کردیم، اگه نگیم خودمون رو گم کردیم. خدای خودت رحم کن به این کشور، خودت رحم.